درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 1 مارت. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کار تلویزیون‌های دولتی را تنقید کرده و گفته است که این تلویزیون‌ها مشکلات جامعه را انعکاس نمی‌کنند و گاه‌ها به ستایش‌های بی‌منطقی بعضی از اشخاص مشغولند. امامعلی رحمان در این باره روز 1 مارت در مراسم افتتاح دو تلویزیون دولتی دیگر، تلویزیون‌های ورزش و سینما سخن گفته است. با قول رئیس جمهور شرح و تفسیر مسائل سیاسی در تلویزیون‌های دولتی کم است و بیشتر کنسرت و برنامه‌های استراحتی پخش می‌شوند که کاری درست نیست. خبرنگاران در تاجیکستان میگویند اکثر تلویزیون‌های دولتی که از حساب پول مردم مبلغ گذاری می‌شوند بیشتر به توصیف و ستایش حکومت مشغولند و دانسته مشکلات مردم و کمبودی‌های کار مقامات و حکومت را نشان نمی‌دهند. دادگاه ناحیه فرخار 3 ساکن ناحیه را با گناه افراطگرایی و دعوت به سرنگون کردن حکومت قانونی در تاجیکستان به زندان محکوم کرد. در محاکمه سیار دادگاهی در تالار اداره فرهنگی ناحیه دادرس گفت که این 3 نفر به ترغیب عقیده‌های افراطی و برانگیختن عداوت مذهبی گناهکار دانسته شدند و باید از 5 تا به 14 سال به زندان محکوم شوند. مفتشان میگویند 3 ساکن دهه نیکمنظر ناحیه فرخار که یکی از آنها امام مسجد دهه بود در بین مردم عقیده های سلفی را ترغیب می‌کردند. در تاجیکستان سلفیه به حیث یک رویه افراطی اسلام ممنوع است و پیروی به این رویه 10 نفر به زندان محکوم شدند. در جریان انجمن تجارتی در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت بین شرکت‌های تاجیکستان و روسیه 10 قرارداد همکاری امضا شد. در انجمن در آخر هفته گذشته کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی برای صادر کردن محصولات با شرکت‌های روسیه و قزاقستان بیشتر از 30 سازشنامه تجارتی امضا کردند. تولیدگران محصولات کشاورزی در تاجیکستان شانس زیاد دارند که در بازار روسیه موقع پیدا کنند. ما کوشش میکنیم که این کار انجام شود، زیرا محصولات کشاورزی تاجیکستان معروف است و مردم معقول است. به استفاده مواد کیمیایی پرورش می شود و با لذت است. یگانه مسئله نگهداری درست آن است که این مسئله را ما حل میکنیم. با گفته مقامات روسیه از بس که واردات محصولات کشاورزی ترکیه به روسیه ممنوع شد، حالا شرکت‌های تاجیکستان می‌توانند جای آنها را بگیرند. در جنوب تاجیکستان کارها برای احیا کردن یکی از انارزارهای بزرگترین در تاجیکستان شروع شد. 10 نفر آخر هفته گذشته به باغ انار بیشتر از 60 هکتاری در دشت جوم رفتند تا برای دیگر باره رواج یافتن پرورش انار در این منطقه سهم بگیرند. باغ مذکور در ناحیه شوراباد یکی از مکانهای مناسب برای انار پروری است که باغ‌هایش سالهای اخیر به نگاه و بین مانده‌اند. انار دشت جوم در شوراباد نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام اتحادیه شوروی سابق معروف بود، اما کم شدن درآمد از حساب کشاورزی سبب بی‌اعتنایی به انار پروری در ناحیه شد که کارخانه‌های صنعتی هم ندارد. مقامات میگویند با احیای انار پروری ممکن است جایهای کاری نو پیدا شوند. یک کلکسیونر روس میگوید باورهای منفی درباره تاجیکان در روسیه ناگزیر از بین میروند چون بی پایه و اساسند. یولیا وربیتسکا، یک کلکسیونر مسکوی، در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که به فرهنگ اجدادان تاجیکان دل بسته است، حالا فقط نگاره‌های نقاشان تاجیک را جمع کند. به فکر من هر گونه باور تغییر می‌یابد و می‌شکند. باور دارم که از آن کلکسیونرهایی که در مسکو میشناسم، خودم یگانه از کلکسیونرهایی هستم که نقاشی‌های تاجیکی را جمع می‌کنم. فقط من این کار را می‌کنم، ولی زمان می‌رسد که این وضع تغییر می‌یابد. من امینم که انسان‌ها وقت استعداد نگاره‌های زیبا و این نقاشی‌ها را می‌بینند، خواهشمندان خریدن این گونه نگاره‌ها و کلکسیونرهای نو هم پیدا می‌شوند. یولیا وربیتسکا در بایگانیش بیشتر از 300 نگاره‌های نقاشان تاجیکستانی را گرد آورده است و گلدسته اثرهای قلمکشان تاجیک را در شهرهای گوناگون روسیه به نمایش می‌گذارد. مصاحبه کامل با او در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.